Салом, салом, ба такрор салом. Саломи гарму ҷӯшон ва саршор аз меҳру муҳаббат. زنهای عزیز سلام علیکم. سعادت زندگی، سربلندی، برور و موفقیت نصیبتان باد. کمی درباره شرکت فابرلیک میخواهم به شما معلومات بدهم، به خاطر که سوالها زیادند از جانب بانوان، زنهایی که نیاز به کار دارند. شرکت فابرلیک شرکت است که آماده است ما و شما زنها را به کار قبول نماید. برای در این شرکت کار کردن با ما و شما معلوماتی عالی، تجربه کاری، دانستن زبانها، داشتن دیپلم عموما شرط و ضرور نیست. می توانیم در خانه نشسته هم کارهای خانه‌مان را انجام بدهیم و هم در این شرکت کار کرده پول به دست بیاریم. سر موفقیت اکثر انسان ها در چی است؟ در آن است که به گپ دیگران گوش نکردند، به صدای قلبشان گوش کردند، به شنیده هایشان باور نکردند و به دیده هایشان باور کردند و حرکت نمودند. کمبودی ما مینوس ما این است که در اکثر موارد برای دیگران زندگی میکنیم، به گپ دیگران گوش میدهیم و آرزو و هوس‌هایمان را در قلبمون بوغی میکنیم و میکشیم. زنهای عزیز، خواهران نازنین، بیاید در شرکت فابرلیک کار کنید. دیگران میگویند که کار در این شرکت دروغ است، فریب است، فایده ندارد. خطا میکنند و خطای شما این است که باور میکنید. همه کار دشواری دارد، مشکلی دارد، اما وقتی زینه به زینه پیش میروید، موفق میگردید، راحتش را میبینید. شرکت فابرلیک در این شب و روز برای دلگرم کردن زنهایی که وارد این شرکت میشوند و تازگی کار را شروع میکنند امکانیت‌های خوبتر و وسیع‌تر را فراهم آورده است. نفرانی که حرکت میکنند، زینه به زینه پیش میروند، از جانب شرکت فابرلیک تحفه‌های قیمت بها را صاحب میگردند. از جمله محصولات شرکت هدیه میگردد. انگشترین طلایی، دیگ و کاسه و دیگر واقعا چیزها، اشیاهایی که برای زندگی ما و شما زنها لازمند. در اینجا رقم میمونم، زنگ بزنید و یا طریق واتساپ بنویسید و از همین حال و کار را شروع نمایید. Привет, я тебя очень ждал. Я ждал, когда город уснет, когда пустеет вокзал и время придет. Привет. Тут у меня мама лежит, укрылась. Не обращаю внимания, в общем, сделаю для вас небольшой рум-тур нашей палатки. Вот так вот тут выглядит мама, получается. Тут у нас, получается, я лежу. Не обращаю внимания на бардак, вы должны понять и простить. Тут мы кушаем, тут вот пеленальный столик, цветочки, лекарства, шкафчик, где вся наша одежда, холодильник. Тут вот такое вот оборудование и наш личный туалет, ванная, душевая, короче. Вот так вот, как вам? Очень просторная и классная палатка.